امروز تو این ویدیو من میخوام آپدیت های جدید ماینکرافت رو تست کنم. خب اولین چیزی که احتمالا خیلیاتون میدونید اسمش سولفور کیوبه که فکر کنم بشه توش بلاک گذاشت. آره میشه. یه دونم دمیجی میخوره؟ نه. کجا رفت؟ آرام داداش، آرام نری. آرام وایساد. یه ایده کثیف دارم. یه میسور دارم. میدیم بالا و میپریم رو سرش. مثلا قطعا که نمرد ولی رفت. اینقدر فکر کنم اگه چوب باشه هرچی بیشتر بهش بزنیم بیشتر میره و میلیاردها بلاک دور شد. خب چیز بعدی یه تخم ور دارم، چند تا ور دارم. شکل بچه ما با تغییر کردن. یه دونه اسم بر کنار. داداش کامل شدی پیشونی. نمیخوام برو. کی پیشونی خواست؟ این همون بچه. آره بچهشه. بر کنار. زیاد از دینش خوشم نیومد ولی حالا از قبلیش بهتره. یه حس خوبی بهم نمیده. اینو از همه بیشتر دوست دارم. خیلی نازه. چه گولیه ولی مرد. عالیه. روباش چه شکلیه؟ وایسا تکون نخور. روباه. آره این نازه. خوبه اینم. خوشگله. بیبی زامبی چه شکلی شده؟ آره بسود. اصلا برام مهم نیست. بر کنار. اینم کلش گنده. فهمیدم. چون که راحت تر بتونیم بزنیمش. اون ورژنش مثلا کامل اگه هاردکور باشی کامل بدبختی. نه جایی واسه پناه گرفتن داشته باشی. تو فعلا داره میاد دنبالم. بکنم واسه بلاک هست. آره اونم دراپ کنم میگیره. آره دراپ هم کنم میگیره. اون دیگه اسپام کنم. بلاک کو بگیر. تکون نخور. بلاک کو بگیر و خدافظ. رفت. کامل این شیطونک رفت. خب دیگه وایساد. عالی. باید کاری ندارم. خدافظ. خب چیز بعدی گلدن دندلاینه. فکر کنم درست خوندم. یه تخم دارم. بچه آب اسپام کنم. یه دونه گوسفند. وایسا بود کنار ما نیستی تو. اینو بهش بدم دیگه تو همین سنش میمونه دیگه. زیاد نمیشه. کاش یه دونه از اینا تو واقعیت بود. تو بچگی میخوردم. خب دیگه مهم نیستی واسه ویدیو. چیز بعدی این بایومه که اسمش هم نمیدونم که یه بلاک های زرد و قرمز داره. خب برو تو بیا بلاک بگیر. و یه صدای پفکی میده. آره نمیدونم حالا صداش برای شما میاد یا نه ولی یه صدای پفکی میده و خیلی خوبه. و تو هم برو. آقا احساس میکنم هنوز یه چیزی رو از قلم آره یه بلاکای اینجور. پله و اسلب و دیوار و ایناشو داره دیگه. داره
کلا که همشون هم صدا پفکی میدن دیگه. نه اسلپ هاشه، اسلپ باشه. بکنم دیگه چیزی نباشه دیگه، شما هم بندازم تو اینجا. آره دیگه فکر کنم همین بود. آره همین بود دیگه. فکر کنم ویدیو تا همینجا کافی باشه. این گلم برای تو. خداحافظ.